انتخابات ریاست جمهوری بعد از مشروعیت دولت آقای کرزی جریان انتخابات و خودش به عنوان رئیس جمهور منتخب که تبلیغ روشن میکنن این مشروعیت زیر سوال و یک سال 5-6 ماه به این طرف اگه شما نگاه بکنید حتی در بعض روشنفکرای داخل افغانستان که یک چیزی به نام خط صلح ایجاد کرده بودند می‌خواستن دولت از داخل کمک بکنن مثل آقای اخگر و دیگران آخرین بحث‌هاشون بود که ما در همکاری با دولت آقای کرزی و شکست مواجه شدیم برای اینکه این آدم به هیچ دلیلی اصلاح پذیر نیست برای اینکه تصمیم گیرنده نیست خودش و ما دیگه حاضر نیستیم و تا 6 ماه می‌بینید که ذهنیت خیلی از روشنفکرایی که یک سال پیش در واقع تشناق و با شگفتی و با شعور و شک عجیب درباره این دولت و آمریکا و این حضور صحبت می‌کردن آهسته آهسته میان عقب می‌نشینن برای اینکه در موقعی رسیدن که حالا می‌بینم وقتی خود آقای کرزی میاد در بگرام می‌بینه اونجا افغان شکنجه شده و کشته شده و بعد عصبانی میشه یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار می‌کنه بعد لاف میزنه که حالا من میرم آمریکا و پدر پوشه در میارم به قول ایرانیان که چرا عسکرای آمریکایی عملیات مستقل میکنن این میکنن اون میکنن بعد میگه که ما هر جا خواستیم عملیات میکنیم از هر میدان هوایی خواستیم استفاده میکنیم از سوال عمل میکنیم شما موافقتنامه که آقای کرزی بوش امضا کرده نگاه کنید و وقتی هر در این جامعه هست که خودی رئیس جمهور میگه که بله اینا اتفاقات افتاده و این روزا بحث مستقل بودن و مداخله خارجی میگه که من نمیدونم منظورش پاکستان است و روسیه است یا کی هست خب معلوم است که روشنفکر افغانستان هم باید در داوری‌های خودش تجدید نظر کنه شگفت زدگی هایی که بعد از سقوط طالبان ایجاد شد یک فضا بعد خیلی خوب است ما نمیگیم هیچ کار صورت نگرفتن یک بحث است دید این بحث ها از یک ساخت دموکراتیک در جامعه افغانستان ناشی شده از ساخت دموکراتیک قانون اساسی ناشی شده از یک تحول عمیق فکری در بین مردم افغانستان ناشی شده یا عارضه فنومن تابعی است از حضور نیروهای بین‌المللی در هیچ جای دنیا کسی برای وضعیت مثل وضعیت افغانستان دموکراسی نمیگه ولی دموکراسی یک روند است یک فرآیند است که شکل میگیره آرام آرام شکل میگیره و اصطلاح پیچ‌موراهای کوچک کوچکی است که جمعاً بنای دموکراسی رو میسازه این از روابط زن مرد شروع میشه از آزادی افراد شروع میشه و از انتخاب لباس شروع میشه نمیدونم از حق درس خواندن و به زبان خود صحبت کردن و به زبان خود درس خواندن شروع میشه تا ساختار نظام تا ساختار دولت تا سیاست‌های کلان که مجلس و پارلمان و رئیس جمهور و سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های ملی باشه اینا در یک روند شکل میگیره اینا نه از بیرون با دیکته میتونه ایجاد شه نه کالایی است که آدم بتونه واردش بکنه و بعد ببینیم ما در یک وضعیتی از دموکراسی قرار داریم آنچه در افغانستان میگذره یک وضعیتی به این معنی دموکراتیک نیست این مجموعه بعضا انارشی بعضا نبودن یک ساختار منسجم دولتی و آنچه هم در حد حدودی میشه گفت و میشه نوشت به دلیل حضور نیروهای بین‌المللی است که حالا خب جنگ نیست اینا نیست خیلی هم غنیمت است گفتم خیلی هم از مجموعه نشریاتی که ما در افغانستان داریم 350 نشریه شما نگاه بکنید چند تا نشریه است چطوری ممکن است در یک کشور عقب مانده ده ها کتاب در رابطه با یک مجموعه یک فنومن مستقل یک متغیر غیر مستقلی به نام مطبوعات و یک فنومن مستقلی به نام جامعه هزاران کتاب مردم تز دکتراشون نوشته کردن چطوری ممکن است در یک کشور مثل افغانستان که یک روزنامه نداره باز تا یک هفته 300 400 500 روزنامه با وجود میاد چگونه اینا تناسب دارن از نظر جامعه شناسی از نظر ساختار اقتصادی افغانستان چطور روزنامه‌ها تمویل میشن از کجا تمویل میشن چطور ممکن است یک کشور در یک شب 300 روزنامه داشته باشه شما عین وضعیت در روزنامه‌نگاری ایران نگاه کنید در مصر در ترکیه در سالهای قرن 20 که اومدن بحث کردن این روزنامه‌ها مطابق با تحولات این کشورها هستن یا نیست برای اینکه روزنامه یا سفارتخانه پولش میده یا یک انجو پولش میده و بنابراین اینا مکلف هستن سیاست‌های رو تطبیق بکنن که این انجوها در واقع این منابعی که براشون پول میده این رو به تطبیق بکنن بنابراین روزنامه‌نگاری روزنامه‌ها در افغانستان در شکل دادن سیاست‌های ملی کوچکترین اثری ندارن و دموکراسی یک از بازتاب‌هاش این است که موقعی شما روزنامه دارن رسانه دارن ملت ابراز نظر میکنه احزاب سیاسی نقد میکنن دولت به اون اعتنا میکنه و بعضی قانون اساسی اروپا مطرح میشه شیراک نمیتونه بگه که من خودم تصمیم میگیرم مجلس هم داره پارلمان هم داره میگه ما رفراندوم میگذاریم در حالی که عملا پارلمان وجود داره در فرانسه یک دولت استبدادی باشه میگه که خب ما پارلمان داره پارلمان تصمیم میگیره ما قانون اساسی رو به رسمیت میشناسیم ولی برای مردم میگذارن با وجود پارلمان برای اینکه دموکراتیک باشه برای اینکه دموکراسی در این کشورها مشروعیت داره مردم باور دارن به دموکراسی ارزش هست براشون جان کندن مبارزه کردن 100 سال 200 سال و نمیخواین ارزش به سادگی ازش بده هویتشون است هویت فرهنگیشون است هویت ملیشون است هویت وطنیشون است سرزمینشون است خارجشون ولی ده ها روزنامه در آستان انتخابات ریاست جمهوری گفت آقا این ماده 44 قانون انتخابات برخلاف قانون اساسی
نقض میکنه قانون اساسی رو و چیزی که قانون اساسی رو نقض بکنه نباید اجرا شه. این یک بحث حقوقی ساده است. در این حال ما گفتیم این کمیسیون دفتر تنظیم انتخابات که شما ساختین ملی نیست، برای اینکه احزاب سیاسی احزاب گروه ها نقشی ندارن در ساختنش. یک طرفه شما انتخاب کردین از کادرهای دولت. این کمیسیون باید ملی باشه، چون در قانون اساسی نوشته است که قبل از انتخابات کمیسیون ملی برای انتخابات به وجود میاد. و شما دیدین کمیسیون ملی ساخته نشد، چیزی به نام دفتر تنظیم انتخابات به وجود آمد که نه اون کمیسیون ملی بود و نه اون کمیسیون منتخب برای انتخابات ریاست جمهوری. ما اینجا انتقاد کردیم، اعتراض کردیم، کنفرانس گذاشتیم، میز گرد گذاشتیم، جمع کردیم، تظاهرات کردیم، ولی مطلقاً دولت آقای کرزی و یونما و نیروهای آمریکایی اعتنایی به این مسئله نداشت. این مسئله در انتخابات پارلمانی روبروی ما اتفاق افتاد. ما گفتیم 53 حزب سیاسی اعلامیه صادر کردن. مشترک تنها موردی که ما توافق نظر قطعی داشتیم که سیستم باید پی آر باشه، نه باید سیستم SNTV باشه. سیستم SNTV امکان مداخله، امکان سوء استفاده رو زیاد میکنن. ما این سیستم رو نمیخوایم. احزاب سیاسی گفتن ما موافق با این سیستم نیست. بعد از اینکه یونما مطرح کرد که شما بیاین که کدام سیستم انتخاباتی رو میخوایم پیشنهاد کنیم، احزاب سیاسی با هم نشستن، با خرد یا کوچک یا بزرگ، و سیستم پی آر پیشنهاد کرد. شخصیت‌های مستقل هم پی آر پیشنهاد کردن، ولی اینا نپذیرفتن. آمدن SNTV یک طرفه یک جانبه باز دفتر تنظیم انتخابات گفتیم ملی باشه قبول نکردن و رقمی خودشان بخواستن آمدن سرشماری کردن. سرشماری علمی در افغانستان نشد. شما میدونید برای انتخابات لازم است سرشماری نفوذ داشته باشیم. این یکی از بحث‌ها بود برای برگزار انتخابات پارلمان و مجلس و انتخابات ریاست جمهوری. آمدن یک آمار سال 57 گرفتن، آمار ناقص، جمعیت‌ها رو ساختن بدل خودشان، مثلا کوچه اینقدر فلان ولایت اینقدر فلان ولسوالی اینقدر جمعیت. حالا بر پای جمعیت آمدن وکلا را تعیین کردن. طالبان مثلا بدخشان 700,000 موکل داشته باشه، پروان کاپیسا 5,000 موکل داشته باشه، تنها کوچه‌ها رو 2 میلیون یا 1 میلیون چند صد هزار گرفتن. در کوچه 10 نماینده کوچه‌ها دارن، 3 ولایت 9 نماینده دارن. حالا واقعا مثلا کوچه داره در افغانستان نیست، برای اینکه طور مجلس سازماندهی بکنن که به هر حال پارلمان هم در اختیار داشته باشه. برای اینکه یک پارلمان ملی، یک پارلمان که در واقع مسئله‌اش حقوق وطنش است، استقلالش است، دینش است، سرزمینش است، اقتصادش است، آزادیش است، تصمیم گیریش است، این پارلمان ملی مسلماً با سیاست‌های آمریکا مخالفت کنه. بنابراین پارلمان باشه که وقتی رئیس جمهور پیشنهاد میکنه پارلمان ویتو نکنه. این هم بحث پارلمان. برای همین ما نمیدونیم این جمعیتی که اینا گرفتن درست است یا نیست، ولی چه مسلم است هیچ سرشماری علمی برای مبارزات پارلمانی برای تعیین وکلا صورت نگرفت. این هم مجلس ما. بس اون دموکراسی در پارلمان، اون در ریاست جمهوری، این بعد ما میخوایم برای نساز برای دموکراسی بسازیم. یک جامعه دموکراتیک ایجاد بکنیم. امکان ناپذیره. امکان ناپذیر است. در رابطه با نیروهای بین‌المللی در افغانستان ما موقعی که اعتراض کردیم بعضی گفتن که خب اگه جامعه جهانی نباشه، اگر اروپا نباشه، خب جنگ میشه در افغانستان. ما میگیم خیلی خوب جنگ میشه، حالا باشن، ولی چگونه باید باشه؟ در کادر چه قوانینی باید عمل بکنه؟ آیا اینا در برابر کسی حسابیده هستن یا نیستن؟ ما آمریکایی ها شما موافقتنامه بین‌المللی کیفر شهر جنایات علیه کریم علیه بشریت اینا رو شما امضا نکردید، شما حق ندارید کسی در گوانتانامو زندانی بکنید. اول این گوانتانامو یک بلاک قرن 21 از شرم است برای شما. چطور شما میان یک اصل برای اصل استالین به خاطر گولاک‌های هم مقاله می‌نویسین، درباره بوخنوالد می‌نویسین، درباره گشتاپو می‌نویسین، درباره نمیدونم رایستاو نوشته می‌کنین، درباره هتلر نوشته می‌کنین، بعد نمونه می‌دین این گولاک‌ها رو و این شکنجهگاه‌ها رو، ولی خودتان در قرن این گوانتانامو می‌سازید. این گوانتانامو با اون گولاک استالین در سیبری چی تفاوت داره؟ لباس مردم رو می‌کشین، معذرت می‌خوام، تنبان مردم رو می‌کشین، شکنجه می‌کنین، تجاوز جنسی می‌کنین، تحقیر می‌کنین، لگد می‌زنین. در عراق قتل عام میکنین، در فلوجه قتل عام میکنین. زندان خصوصی چرا دارین در افغانستان؟ اگر اینجا دولت هست و دولت ملی هست، این زندان ها در بغداد چی میکنن؟ 10 ها زندان خصوصی دارن آمریکایی ها در افغانستان. هیچ مرجعی حق نظارت برای اینا را نداره، نه سازمان ملل، نه سازمان حقوق بشر. همون سازمانی که آمریکایی ها ادعا میکنن که ما به خاطر تامین حقوق بشر آمدیم و از این سازمان دفاع میکنیم، پولش هم احتمالاً اتفاقا آمریکایی ها میدن، حداقل پول افیدیاش در فرانسه آمریکایی ها میدن، سازمان بین حقوق بشر فرانسه. خب ولی مراجع ناظرهای سازمان بین‌المللی حقوق بشر هم حق ندارن از زندان‌های آمریکایی ها دیدن بکنن.
و شما همینجا شنیدین از طریق سایت اینترنت، از طریق اخبار که ده‌ها تجاوز جنسی در زندان‌های بگرام و زن آمردای افغان صورت گرفته، در زندان‌های کابل صورت گرفته، در زندان‌های قندهار صورت گرفته. شمار عریضه کردن، به وزارت داخله مراجعه کردن، افسران قوای مسلح، دگربالا، ژنرال‌ها، به اضافه تجاوزی که در جلال آباد شد که مردم تظاهرات کردن که ما اعلامیه دادیم، در لوگر و خیلی مناطق دیگه. و اینا در برابر هیچ کسی پاسخگو نیست. حداقلش این است که باید اول نباید این کار رو کرد. برخلاف بشر، برخلاف تو چطوری ممکنه یک آدمی که در فلوجه قتل عام میکنه، در عراق قتل عام میکنه، همه قوانین بین الملل زیر پا میگذاره، برخلاف همه کشورهای جهان میره وارد یک کشور دیگه میشه، میاد در افغانستان دموکراسی تامین میکنه، آزادی برای ما تامین میکنه. یک آدمی که یک جای به حقوق بشر احترام نداره، در یک جای دیگه چطوری میتونه به حقوق بشر احترام بگذاره؟ اگر یک ارزش عام است، مرز نداره، در همه جهان، در همه جا باید براش احترام گذاشته شه. این معناش چی است؟ وقتی شما خود ارادیت ندارید، وزیرتون نمیتونید تعیین بکنید. 50,000 افسر اینا وزارت دفاع برکنار کردن، در جریان هستیم. دیروز من اطلاعات از سایت BBC گرفتم که صدها تن دیگه ارتش ملی ترک کردن، رفتن. 50,000 افسر تحصیل کرده، کجا چه اشتغال براش ایجاد کرد؟ از میلیاردها دلار که کمک صورت گرفته، نتیجهش چی است عملاً؟ ما نمیگیم معجزه بکنیم در افغانستان. ولی حداقل به تناسب همین مقدار پولی که به افغانستان داده شد چقدر کار صورت گرفته؟ چند تا بیمارستان، چند تا مکتب، چند تا مدرسه، چند تا جاده، چند تا راه. بزرگترین پروژه‌ای که نشان داد جاده کابل قندهار بود که اون جاده اینا غیر قابل استفاده است کنده و باردون اسفالت کردن و باردون باز خراب شدن. میلیون‌ها دلار خرج کردن و اون سرگم قابل استفاده نیست تا چند ماه دیگه خلاص میشه از بین میره. یا پولایی که ساختن، مکاتبی که ساختن. کمک‌های بین‌المللی چرا از طریق وزارتخانه‌ها در اختیار وزارتخانه‌ها قرار نمی‌گیره؟ چرا برنامه‌ریزی، چرا وزیر پلان خبر نداره؟ چرا پلان‌گذاری مرکزی خبر نداره؟ وقتی وزیر پلان میگه که 2000 و چند صد اینجور در افغانستان است، ولی من نمیدونم اینجا چی کار میکنن در افغانستان، من به حیث وزیر برنامه‌ریزی به عنوان وزیر پلان افغانستان اطلاع ندارم و استعفا میکنم، معنیش چیه؟ برای اینکه پولا از طریق اونجاها در اختیار اینجاها قرار گرفته میگیره. اینجاها لازم دانستن خودشان برنامه دارن، حالا برای وزارتخانه چقدر کمک میکنن، در کجا کمک میکنن، در کجا کمک نکنن. برای همین پولا از یک طرف میاد، از طرف دیگه از طریق خود اونجاها برمیگرده دوباره به کشورهای خارجی، به کشورهایی که پولا را کمک کرد. و خیلی جاها که رفتن درس خواندن، در دانشگاه بودن، از دانشگاهشان قرضدار هستن، از طریق اسکرهای آمریکایی یا در تیم‌های آمریکایی وارد میشن. من یک از آدمایی که با من آشنایم از کابل دیدم. ما درس خواندیم، 40,000 دلار قرضدار هستیم، از یک دانشگاه آمدیم که دسته ما کار کنیم، در 15,000 برای ما دلار حقوق میدن، برام پیسه‌شون نبود برای دانشگاه، پس میرم و تنها وزیر دارایی قبلی و وزیر مالیه آقای اشرف غنی احمدزی بیش از 31 اینجوری شخصی بده. و در اونجوری تیم خودش کار می‌کنه، رفقای خودش آورده، پول از یک طرف میاد در اختیار اینجور، پس از به وسیله از اینا میاد خارج. وزرایی که ما در کابینه داریم، ایده تکنوکرات، اینا هنوز خانواده زن و بچه‌شون به کابل نبردن، چون قرار نیست در کابل بمانه. کوچکترین حادثه بشه وطن ترک می‌کنن برن و جایی که تابعیت داره و تذکره داره. برابر هر سه بعد پولای شمال انتقال میدن در خارج، بعد شمال هستن در داخل و نماشان هم وزیر. بنابراین یک سیستم دولتی منسجم وجود نداره، مجموعه‌ای از قدرت‌های خودریز کوچک و مافیا و مواد مخدر اینهاست که ما ظاهرا برام دولت افغانستان. سفیر انگلیس استعفا داد، شما در جریان هستید. انگلستان وظیفه‌اش است مبارزه بر ضد مواد مخدر پیش ببره. زمانی که برادری آقای کرزی قاچاق میکنه و هزارها هکتار زمین در قندهار زیر کشت قاچاق از آقای عارف نورزی هست، مقامات بالای دولت، ما با کی میخوایم مبارزه بکنیم؟ با چهار تا دهقان بدخشانی یا دهقان نمیدونم قندوز یا تخار یا نمیدونم جلال آباد یا پکتیکا که میره کشت میکنن؟ طبیعی است وقتی که او 1500 دلار از کشت تریاکش میره میگیره، کیلوی تریاکش، و از زمینش 500 دلار میگیره، خب ترجمه او 1500 دلار میخواد در بیاره. 1000 دلار داد که برای دهقان میدی. چی سیاست‌های معیشتی ایجاد کرد؟ چی بدیل‌های معیشتی برای دهقان وجود داشته، برای کشاورز وجود داشته، برای زاری وجود داشته که قاچاق نکنه؟ کی گندمش میخره؟ کی کالای کشاورزیش میخره؟ دولت که نمیخره. تاجر خصوصی میخره و تاجر خصوصی ارزان میخره. سیاست‌های حمایت